در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. سیاهی همه جا را فرا گرفته. این سیاهی فقط ناشی از دود ماشین ها یا آه دلسوختگان نیست. به دور خودمان که نگاه میکنیم میبینیم که فساد و دروغ و رشوه و نیرنگ و ناسزا و ناروا و حقه‌بازی و زورگویی و اختلاس و خشونت و چپاول، غارت اموال، بی‌حرمتی نسبت به حیثیت انسانی بر سراسر مملکت ما چیره شده و فضا و تاریک سیاه. اخلاق انسانی رو در انحطاط و افول و زوال نهاده. اکنون زمان آن است که هر کدام از ما شعاع نوری باشیم که ظلمت و تاریکی این فضای سیاه را بشکافیم و با ایجاد زنجیرهایی از شعاعهای پرتوان نور تدریجاً فضای روشنی و امید را در جامعه خود حکم فرما کنیم. فرهنگ ایران آغشته از اخلاق جوانمردی است، آغشته از اخلاق تعاون و همیاری است. بکوشیم و برای احیای ارزش‌های این فرهنگ پا در راه جوانمردی نهیم. با وجدانمان قراری ببندیم، متعهد شویم که حداقل هفته یک بار یک عمل خیر برای یکی از هموطنانمان از سر جوانمردی انجام ده و آن هموطن نیز به نوبه خود متعهد شود که در همان هفته مشابه این عمل جوانمردانه را نسبت به هموطن دیگری به انجام رساند. پرتو پرتو انوار محبت مشرق ارزش‌های انسانی است که طلوع خواهد کرد. یکی سیرت نیک مردان شنو، اگر نیک مردی و مردانه رو، که شبلیز هانوت گندم فروش بده بود انبان گندم به دوش. نگه کرد و موری در آن قلدی، که سرگشته هر گوشه ای می‌دمید. ز رحمت بر او شب نیارست خفت، به مأوای خود بازش آورد و گفت مروت نباشد، که این مور ریش جدا گردد از خانه و کوی ریش. موفق باشید.